دیگه پس کسی را غیبت میکنه حق کسی را میخوره دیگه. ثوابای ما را با اونا میتن، گناههای اونا را به ما بار میکنن. یک روز به من یک کسی گفت مولوی صاحب تو را بسیار نفرات دشنام میتن. من گفتم من از خوشتالی ترین ملاهای افغانستان هستم الحمدلله، خوشتالی ترین. چرا؟ تماما ثوابای اونا را خداوند به من روز قیامت میده الحمدلله. و تماما گناههای حیات الدین عاصی روسیه را به او کسایی که دوم میزنن خداوند نوشته میکنه. اما من چی میگم؟ به خاطر خوشی الله، ای الله همی کارا نکن، امونا را کلش ببخش و مرا هم ببخش. اگر این کار شوم مرا یا تو را یا هر کسی که عقب زیر پای کرده مظلوم واقع شده، دوز داشتونه، توهین، غیبت، استهزاء، تمسخر، این خود جنت میره او دوزخ میره باز. ولی ما چی میگم؟ ای الله، ما به خاطر خوشی الله میگم که ای الله تو را دوست داری همی که ما همونا را بخشیدیم، شما میبخشین ما را؟ ای ما مردم اگر کدام حق بنده سر ما باشه ما همه را بخشیدیم، بگوین الله اکبر. از شما خواهش دارم برادرای من، شما هم تماما کسایی که حق شما را تلف کرده میبخشین، البته چپ از دین و ناموس، چپ از دین و ناموس خود که بشه علایده است. این حقای دیگه که او قضیات معنا نداره. آیا میبخشین؟ اگر میبخشین ما اعتراف ترمینگ دستا راستان بالا کنین، بگوین الله اکبر. آفرین، دستایتان پایین کنین. و از اونا میخواهیم که حتما ما کدام چیز گفته باشیم، حقشان تلف کرده باشیم، الله و اونا توفیق بده که ما را ببخشند. صدای ما از طریق رادیوی هدایت نشر میشه بسته شهر مزار شریف همین لحظه. خواهر ما را ببخشند، برادر ما را ببخشند. اقلا شما مقتدیای ما، شما برادرای ما، شما بزرگای ما، مولای ما میتونن میبخشین؟ آیا واقعا ما را میبخشین؟ ما شما رو بخشیدیم، گپ خلاص شد. این رای اول قبولیت توبه است. دوم این خو حق بنده است، نه؟ خو یگان حق خورد ریزی